بادا بادا مبارک بادا انشالله مبارک بادا 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 مبارک بادا انشالله مبارک بادا. کوچه تنگه بله، اتم قشنگه بله، دست به هستش نزنی حال روز جنگه بله. حالا بادا بادا مبارک بادا انشالله مبارک بادا. خیلی متشکرم، خیلی ممنون. بله خب کافیه بس. شما شروع کن. بابا واسه بریم ما مگه اینجا جای کاراست؟ قربونت برم اگه بحث این صحبت باشه که من خودم ریم دارم فراوونه پاک آبروش اوناتمونو گذاشتیم پای نظام. آقا جون گفتم سوالاتو شروع کن. آقای حسینی، اول میخواستم عیدو به شما تبریک بگم. عیدتون مبارک. هستتون مبارک. 100 سال غنی‌تر از این سالها. کاش یه خورده کیک زردی، آب سنگینی چیزی بود میزدین تا آخر کنفرانس دچار همجوشی هسته‌ای میشدین. سوالتو آبشار کن بیا. این که میگن دول غربی مشوق‌های زیادی به شما دادن، ولی میگن کماکان شما شفاف نیستید. نظر شما چیه؟ کی گفته؟ نه کی گفت؟ ما شفاف نیستیم؟ نه تو اونا هم میگن ما شفاف نیستیم. بابات شفاف نیست. شفاف نیدی؟ شفاف مثل شیشه آکواریوم. اینقدر شفاف که بیا قلبو بسوک. قلب نگو سلطان قلبا، رنجور مثل تیپ خود آقای حسینی، مثل آقای احمدی نژاد. پی در پی بزن گرفت. بیا اینم شفافیت. دیدی؟ برو بریم. نفر بعدی. آقای حسینی، در محافل جهانی این بحث مطرحه که جمهوری اسلامی در رابطه با بحث اتمی همکاری‌های لازم رو نکرده. نظر شما چیه؟ اینجا اگه من بخوام یه چیزی بگم که خود همینجا چارچنگولی چارشاخ بمونی مثل دیفرانست کنم همینجا، یعنی رنسانست کنم، یعنی بیزانست کنم همینجا، اینجا نظر من مهم نیست. فقط همینجا نظر من مهم نیست. البته فقط همینجا. حتی نظر خود مقام عظما با اون یه قبض ریشش مهم نیست. دیگه چی برسه به چی؟ جامعه جهانی که اصلا معلوم نیست از کدوم دو قوزآبادی بلند شده و اومده که ربطو ابسمینی حدثونیه چی اینا. اینجا فقط حرف آژانس بهت میگم. آژانس بشنو. من خودم به شخصه غیر از آژانس به هیچ اعتماد ندارم. این دوران اینجوری حتی اتوبوس و تاکسی قرمزم سوار نمیشم. فقط تلفن میزنم آژانس، تاکسی تلفنی محلمون فقط هم آقای البرادعی. ولی آقای حسینی، معاون همین آژانس که میگید اخیراً گفته که اسنادی هست که نشون میده جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ایه. کی گفته؟ آژانس گفته؟ تو یه خبرنگار انقدر تعامل نداری، انقدر غیرت نداری که راهبردی به این قضیه نگاه کنی. پی در پی پیاده بری پول ندی به آژانس. مبادا زنگ بزنی آژانسا. بابا 2 قدم راه از سرا همین حضور تا همین مخبر دوره همین البرادعی منو برد پول باباشو ازم گرفت. جیبا ما همینجوری لفلس بریم. تازه آخرش هم می‌خواست منو بدزده. ولی پیش خودمون باشه. اصلا به آدم اعتماد نکنی. این آقای روحانی آمارشو گرفته. بابا این باباش پالوندوز بوده. خودش هم آدم جاسوس یا 2 دوزه بازه. میخواستم نظرتون رو درباره اسناد و مدارکی که علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو شده بدونم. کدوم اسناد؟ نه آقا اینا پایه نداره. اساس نداره. این اسناد مدارک همش بر اساس صحبت‌های چند نفری بوده که اصلا یکیشون اصلا تو قید حیات نیست. یکیشون هم طبق ساعت من تا نیم ساعت دیگه فوت میکنه. اونم به طرز فجیعی فوت میکنه. بقیه‌شون هم احتمالاً دیگه تا همین اولوشی که دیگه زیر برارو بود و سبلو تابوتی و زیر خاکیو. گفتن که توی دامنه، اصلا شما حرفا رو خودت نگاه کن. گفتن تو دامنه یک کوهی که اسمش نمیدونم البرز. البرز. ما اصلا همچی کوهی داریم؟ نه همچی کوهی داریم. یه البرز داریم، اونم ما تو محلمونه. اونم کوه نیست، تپه هم نیست، تپلو هم نیست. بنده خدا زدتش. تو دیگه چرا میزنیش؟ بعد یه علیرضا نوری رو گفتن که بعد در اومد علیرضا قوری بوده که تو محله ما بهش میگفتن قوری. شما ببینید نلبکی هم بهش نمیگی. وای والا قوری. والا چی بگم دیگه آخه. بعد گفتن نمیدونم نمک سبز. خب من میگم شکر آبی. تو هم میگو فردا بگو ماست قرمز. آدم عصبانی میکنن. آقا اصلا ریپش نمیشه. آقا تمام دیگه. واسه امشب دیگه تمام. من دیگه نمیکشم. آقای حسینی، جشن رو ادامه میدیم؟ کدوم جشن؟ چه جشنی؟
همه آماده شین همینجا سینه میزنیم. میگه بیا شبینیده دل پریشانم چرا بمب اتم افشا شده خاک عالم بر سر ولایت عظما شده بینیده بینیده عمه جان راحل کجاست ای امام عظما اینک چرا دمر افتاده است تا سحر بحر شفا من قلب سر بنهاده است بینیده نبینیده بیا انقدر برو این نبینیده نبی شبی سبی نبی 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 ربی زبی دبی جبی زبی دبی امه ریش بیا نبینیده ریش بیا نبینیده